آقا من یه کفشی میخواستم بپوشم توی گریجویشنم. بعد این کفش رو با اینکه تازه خریده بودم ولی توی اوکیژن پوشیده بودمش و مثلا خیلی هم سرپا بودم و اوکی بود. به طرز عجیبی چند روز پیش ما یه برنامه عکاسی داشتیم که مثلا عکس بگیریم و اینا. بعد یه کوچولو تازه نه خیلی زیاد من شدم که راه برم. ببین این پدر منو در برد، با هر قدم قشنگ گریه میکرد و پشت پا مثلا زخم شد و یه حال بدی و اینا، که بعد الان که مجبور شدم بیام بیرون و دوباره کفش بخرم اینطوری پشت کفشم مجبور شدم بخوابونم. خیلی حالت بدیه. بعد جدی مثلا داشتم فکر می‌کردم کاش چه اونم یه دمپایی شیکی مثلا داشته یه چیزی که بهتر از این بود. بعد ولی اومدم کفش دیگه خریدم. ببین یه ذره اینم ممکنه که در دراز، یعنی اگه یه مدت طولانی پات باشه مثلا اذیتت بکنه، ولی اینطوری بودم که I don't care واقعا، چون خوشم اومد ازش اینطوری بودم که یه طور تحملش میکنم. حالا خدا میدونه که من دارم راست میگم یا به چیز خوردن میافتم. بعد حالا بعدش اینه که اومدم اینجا، واشی نوری داره میتابه، اومدم اینجا و پاساژ تقریبا تازه اصلا بزرگم نیست ولی نمیتونم برم خونه. هی اینطوری هم که آره حالا اینم ببینم اونجا هم برم اینجا هم بچرخم و واقعا خسته شدم. ولی اینطوری هم که بس کاش برم خونه، چون وقتی که بیشتر میچرخی احتمال اینکه بیشتر خرید کنی یا پولش کنی زیاده. الان اون کفشی که میخواستم بخرم اون خریدم و امیدوارم که کفش خوب باشه و چیز باشه توی دراز مدت پدر پامو در نیاره. خب من الان رفته بودم دانشکده‌ام که بلیط‌های مراسم فارغ التحصیلی رو بگیرم. مثلا من که قرار فارغ التحصیلیم بلیط لازم ندارم، ولی به ازای هر کسی که بخوام دعوتش کنم باید حتما بلیط داشته باشم و بلیط‌ها رو گرفتم. بعد کلا این روزا خیلی کمپس فضای عجیبیه از این جهت که تا چند وقتی که تا چند روز دیگه قرار خیلی خلوت شه، ولی الان اوج شلوغشه به خاطر اینکه مثلا فردا پس فردا این مراسم‌های فارغ التحصیلی و اینا، graduation ceremony ها و commencement و این حرفا و همه کلی دانشجو که این شهر داره به کنار، خانواده ها هم اینجان، یه همچین فضاییه. یعنی بعد آره دیگه همه رو می‌بینی با مامان و بابا و اینا و یه حال غریبیه دیگه. یعنی فکر کنم یا تنها قشر یا جزء معدود قشرهای ما هستیم که مثلا توی ایرانیا زیاد نمیبینی که خانواده تونسته باشه بیاد و این خیلی ناراحت کننده است. یعنی قشنگ فارغ التحصیلی مراسمیه که اینکه خانواده ازت دورن و رفت و آمدشون خیلی سخت و گاهی غیر ممکنه، خیلی به چشم میاد. Does everyone have a tassel? Someone is a tassel. Cards. Make sure you have your name cards. Contradictory case law. Joe I. Megan Keshavarzian. Douglas Lee. Shakila Mohammadi. Jennifer Ezine Mokwenyi.
خب آقا الان دیگه این مراسم ما تموم شد. بعد حالا امروز خدا رو شکر هوا خنک بود، ولی این لباسه باز خیلی سنگین بود و مثلا اذیت میکرد دیگه. اونا رو در بردیم، بعد رفتیم از اونجایی که اون مراسم بود رفتیم لا اسکول، یه ذره خوراکی مراکی بهمون دادن و دیگه اینم چون لوگوی دانشگاهمون آبی نارنجیه این کراوات هم زدم، ولی خب دیگه در میرم خونه.